مادها اقوام ایرانی بودند که در قرن 13 قبل از میلاد، یعنی 3300 سال پیش، غرب ایران را برای زندگی انتخاب کردند و در اواخر قرن 8 قبل از میلاد، یعنی 2800 سال پیش، حکومتشون رو در غرب ایران رسما آغاز کردند. یکی از قدیمی‌ترین کتیبه ها مربوط به دوره مادها مربوط به حمله شلمانسر یا شلمنسر سوم هستش که برای سال 1837 قبل از میلاد هستش. سلام به چنل ایتوزد پادکست، خوش اومدید. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون برای ویدیوهای بعد رو توی کامنت ها بنویسید. ویدیو و این پادکست رو لایک کنید و چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که اگر ویدیو و پادکست جدید منتشر کردیم حتما اولین نفر شما گوش بدید و بریم سراغ پادکست. حتما پادکست قبلی چنل ما رو گوش بدید چون اون پادکست به این پادکست وصله و این ویدیو ادامه پادکست قبلی چنل ماه که اون تاریخ ایران بود که این بالا براتون لینکش میاد. اگر روی لینک بذارید میتونید برید اون پادکست رو اول ببینید و بعد به این پادکست بیایید. منابع آشوریان، یونانیان و حتی ایرانیان اومده که مادها 6 طایفه بودن که عبارتند از بوسیان، ستروخاتیان، بودیان، موغها، آریزانتیان و پاتاکانیان که این طوایف از قرن 9 تا 7 قبل از میلاد جدا بودن و موفقیت خاصی به دست نمی آوردن. حتی بعضی وقتا با هم درگیر هم می شدن و جنگ به وجود می آمد تا اینکه دیاکو همه این طوایف رو در حکمتانه یا همدان امروزی جمع کرد و یکی از طوایف بود این دیاکو که اولین پادشاه مادها شد و این به همه پیام اتحاد داد، همه به حکمتانه اومدن و همه این اتحاد رو قبول کردن و موفقیت آمیز بود. زمانی که مادها به تازگی یکپارچه شده بودند، حکومت‌های قدرتمندی مانند بابلی‌ها، آشوری‌ها و ایلامی‌ها در بیشتر نواحی جنوبی ایران زندگی می‌کردند و خیلی با هم درگیری داشتن و همشون هم بسیار قوی بودن که در این زمان دیاکو و کلاً حکمتانه و مادها فرصت و غنیمت شمردن و قوی کردن خودشونو و ارتش و کلاً شهرشونو. هرودوت که یکی از باستانشناسان یونانی هستش اینطوری توصیف میکنه همدانو، میگه که همدان یکی از شهرهای بسیار زیبا مثل آتن و روم باستان بوده که این شهر 7 دیوار داشته که به رنگ 7 آسمان بوده که اولی سفید بوده، دومی سیاه بوده، سومی ارغوانی، چهارمی آبی، پنجمی نارنجی و دیواره داتوری به رنگ مرغی و طلایی. دیاکو 53 سال بر مادها حکومت کرد و جنگ‌های زیادی با آشوری‌ها انجام داد که در یکی از همین جنگ‌ها شکست خورد و به سوریه امروزی تبعید شد. پس از دیاکو فرزندش یعنی فرورتیش حاکم مادها میشه و موفق میشه که با پارسا و سکاها متحد شه و به آشوری‌ها حمله کنه که این حملات کار به جایی نمیبرن و سکاها با آشوری‌ها پیمان صلح میبندن و همچنان مادها با آشوری‌ها حمله میکنن و فرورتیش توی یکی از این جنگ‌ها میمیره و به پادشاهی 22 سالش پایان میده. پس از او هوخشتر یعنی فرزند فرورتیش به پادشاهی میرسه که فردی باهوش بوده و ارتش رو به 3 دسته سواران، نیزه‌داران و کمانداران جدا میکنه که قبل از این به صورت بی‌نظم حمله میکردن و همشون با هم حمله میکردن. به سکاها حمله کرد چون که سکاها به مادها خیانت کردن و با آشوری‌ها پیمان صلح بستن و به کمک نمیکردن و شکستشون داد و بعد به آشوری‌ها حمله کرد و تونست تا آشور پیش بره ولی نتونست که کامل آشوریان رو شکست بده. برای همین با بابلی‌ها متحد شد
و تونست شهر نینوا رو اشغال کنه و شکست سختی به آشوری ها زد که اون موقع شهر نینوا 120,000 نفر جمعیت داشته. ما در این بخش که مادها تونستن ضربات سختی رو به آشوری ها بزنن و شکست های بزرگی به اونا وارد کردن. این قسمت رو تموم می‌کنیم. لینک قسمت هایی و توی دیسکریپشن و توی پلیلیست ایران باستان هست. همچنین این بالا براتون ساجست میشه و حتما به قسمت های بعد رو گوش کنید. این پادکست رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و کامنت بذارید. تا پادکست بعد